دوستای عزیز، سلام و احترام تقدیم شما خوبان. امید که روز و روزگار به میل دلیتان باشد و متخب پیش بره، شاد و خرم باشین. دیگه مرخم که در جریان هستین، دیگه مم یک برنامه دریم انشالله که مور سفت کنیم. یک برنامه امود که خودانش من چی میگه؟ مستحضر میگه، چی میگه؟ ریم ترا خوب یادیم نمیه الواقع چی سقیل یک ذره دیگه. شب یلدا فرا میرسه، درا پیش رو دریم یک برنامه مو دیگل تصمیم دریم بریم یک ذره خرید مرید چرکنیم فراهم کنیم بیریم دیگه. قبل از او که او کار را کنیم، ما یک چیز دیگه، یک اتفاقی امروز غیر منتظره بود واقعا بلدزمو که خیلی غافل گیر کننده بود، مخصوصا بلده ایشان دیگه. باش که مورش پرسان کنم که چه حسی داشت، چه حال و هوایی داشت دیگه. ما که مربوط در ما هم نمیشد، ما خیلی غافل گیر شدیم، ولیکن خود از که بیخی یک اکشن نشد دیگه. ما یک نفهمیدیم، خبرم نداشتم. برو بگر بیرو، ما دیستیم دوربین است. خیر رموت چیز دستش را انیال باش از خود از پرسان مونیم که داستان چی بودی، مناسبت از چی بود. امروز اینی بوده، اینی گستبا ما همه شیشته بودیم، سر صبحانه درا و صبحانه ما خوردیم دیگه. نمی آدیزمو دیگه غیتایی تا لینگ زور خواه. امروز تعجب بود که ساعت وقت صبحانه ازمو ساعت های 10 بودیم صبحانه ما خوردیم که تا خوشحال بال شدم. ما یواشکی رفتت بیرون که اصلا مو همیشه گرک نشدیم دیگه. یک زمان دیدیم که یک دفعه 2 نفره در آمدن. اینالی چی بود؟ اینال تعریف که بلده دوستا داستان چی بوده؟ داستان از گل چیه؟ سلام دوستا، سلام عزیزا. امیدواریم که جور و صحتمند باشین، در گوشه و کنار دنیا کسین خوشحال باشین. این دوستا عزیزایی که بوده که به خاطر روز مادره دخترم کس دوره روی ما سنید خبر نداشتم. دیرزم خش صحبت کدم تلفن هره صحبت کدم گفت فکر نکن که ما انده بیترم تعطیلی ندارم. از اینجا صبح یک دفعی که ما دیگه اصلا ما هیچ هم غافلگیر مرکب دیگه که امیر هم غافل گیرش شده دی؟ نه به خدا اجازه اصلا یک اکشن خیلی جالب نشان دادی نه؟ ما ایش نفهمیدیم اوه نه ما که پشتیم طرف در بودی رویش که یک دفعه دم پیش قص که درسید اینی دستگل دورده بودی. دستگل این شنیدین به مناسبت روز مادر که همی دختر از مو در دانشگاه و دور از اینجی، مقصد در روز مادر اینجی نبوده دیگه. دی شام که تلفنش نماد دیگه، ما ساعت 11 می چطور تلفن نکرد. بازی گفت که و امروز دیروز امتحانم داشت، چون پریشا و قدش کار میکردم متاردیم در تلفن آنلاین. ما قدش یک کمتون کمک میکردم و خود درسایش ثقیل بر سال یک گوشش ما میتونم قدش کمک کنم. اما گفتم صبح امتحان دارم. بازی گفتم چرا؟ گفت تو امروز امتحان داشته، امتحان خورم قبول شده، بعد خسته به نظرم زود خوابیده دیگه. ما هم با جورکیم نشدم که زنگ دیم گفت مطمئن خوابیده خسته نه که دختر پلان داشته در فامیلی که گسبا گاه ساعت 6 بجه قطار را گرفته که 5:30 بوده گرفته قطار را شهری از گوتنبورگ از یتبوری تا ایستاکولن ساعت 10 بجه روز اینجا رسیده که از او بودیم که یک دفعه و نه هموت بدونی گه سخن در آمده میخوانه نه هموت شد. خیلی غافل گیرشتی سابسکرایب شدی این دوستو. خدا ما نفهمیدم اون نگفت از ما دیگه. امیر خم خوب اینیالی پس ما می گول برای تبریک میگیم. تشکر. اره همیشه که میته لبت خندان باشه مثل گل وری، عمرت دراز باشه مثل حضرت نوح وری. تشکر. اره عمرت گل نباشد.
اما خودت گل وری باشی. تشکر که ولی خود هم آره. کادو آورد دیگه. آره بلدی از مام کادو آورده خدایی فهمیدی. دل از حالا این قربان روز نگذر. مادر بود ولی در مام آورده بود، از ما کجاش بود. ما بال کدوم آلی. اون برده قیم که از ما که کس وش نکنه کسش فهمیدی. نکنه کس آره. نشه ندی بره. بر حال دیگه دوستا دیگه میرخم مور همراهی که ده برین. همی همراهی که همراهی گفته میشه مور همیتر دنبال کن. مور از حمایت های خوب فراموش نکن. مور حمایت کن. چینل از من بار بالا جان بگیره. گرچند ما نمیتونیم زیاد فعالیت کنیم از این خاطر که وقتم نیه. یکی ده این اروپا آدم ما نفهمیدن چی جور کنید. افغانستان اونجا خوب ناخم زی دور بر فیلم بگیریم فهمیدن زیاد بیننده داره طرفدار داره. اینجا باید یک ذره برنامه متفاوت‌تر و جذابتر باید باشد. یه بخشیش باشد یعنی دی چیز همین بلا دسته ازی موبایل کست دراز است ایده سرزم که ما قد دو دسته که یک دم بازم میلرزه یک ذره نه. اره دیگه دوستا میرخم دیگه امور حتما از خیر خوب امور سابسکرایب کنین، لایک هم کنین، کومنت هم بدین، زنگولش رم دین که دیگه ویدیو که ما اگر خدا توفیق داده که لیاقت چگه داشتیم بلده شما خوبان بیتینیم که جور کنیم. باز اونور که موبیلی اونو زنگوله که دینگ دینگ منه از وقتی پس آقیل والا کل دیگه خبر میشه دور بر که چی خبر شد آقیل فهمید یا نه دیگه. یعنی میرخم دیگه خوش سلامت باشین دیگه. تو چیزی گفتنی داره یا فعلا نه دیگه. باز مماریم دیگه از خریدا مریدای هم بلدهشم تهیه مونیم دیگه. فعلا دیگه خوش موفق باشین. از این نونه بگیری؟ این بگیری یک دنه. یک دنه بس خواه دیگه. چی رقمه؟ رابع. جرجر. من میرخم پودینه تازه سیکتون انای تازه رید دانه 15 روپیه هم هستن. دوستا رسیدین مرحله انار جمع کردن. اومدی بیرون از مغازه خرید کردی؟ چی لامپ اینجی حالا قشنگ شد نه لامپ؟ لامپ تاریک شد؟ سیکتون روشن کرد بالو دیگه همیشه یه موتر ویگن. اینجا کجایه؟ سنتروم و پلانس ویسبیه. چه قشنگ چراغان کده. درخت زیر قشنگ جور کده نه؟ درخت کریسمس شده؟ بقید بس بیشی لام کنید شو کده اینده گیر زیرا عکس میگیری اینجا؟ یخ کده؟ فردیس خو گرم مونه گرم شد؟ تای میدان بالاخره رفتیم خرید مرید را کردیم بلده شاو یلدا یک گوشنشی محمد میمون که جایشون خالی یک دودن پیزا را سفارش کردیم آوردیم که ناله می پیزا را نوش جان کنیم و دوختی باز بوریم طرف خانه دیگه چون نوقت شد تا خانه مرافیم دیگه که نیگه اگر نخواست میکنیم دیر میشد نه؟ آره دیگه جایشون خالی دیگه. خانم چیز کار منی؟ شرکت فرشته شاو یلدایه یک میوه میشیم که میره آماده کنیم یلدا بگیری؟ شاو یلدا بگیریم
برتقال میشه کاری. خب دوستا در یک قسمت امید که ملاحظه میفرمایین دیگه نه میز و تشریفاتی شب یلدا گرفته شده، میز چیده شده، همه چیز فراهم اینجی دیگه. شما سعی کن که رقم که مو تزیین کده به نظرشم درسته، چیزی همه چیز پره یا این که نه همه چیز یا یگان چیز کمبوتات داره در این قسمت دیگه. حتما نظر خور بیدین دوستا دیگه. مو خود تا این دمی قدر را که در فکر مو کار کده برنامه ریزی کدیم و چیدیم دیگه. شبی چله بشینیم روی در روی تو، شوم شاعر اگر خوش باشه خوی تو. شوم صد مصنوعی شعر و دو بیتی، فقط تعریف کنم از رنگ موی تو. دوستان عزیز سلام دوباره، خیلی خوش آمدین در این برنامه خودتان. دیگه خیلی خوشحال هستیم که بازم از این طریق مهمان خانه های شما عزیزان هستیم. به نوبت خود خوب این شب بزرگ را، شب خیلی دور دراز یلدا را که هر سال ما و به نام شب چله یاد میشه، بلدهشون تبریک میگیم
امید که همه تان یک شب خوب و خوش و پرخاطره را سپری کنین انشالله در کنار خانواده های عزیزتان، فرزندانتان، پدرها و مادرها. و بازم یک بار دیگر سلام تقدیم منم از اینجی بلده تک تک شما عزیزا. سلام دوستای عزیز، سلام دوباره در شما. انشالله که همیشه خوش خندان باشین، همیشه میتون شو چیله رو بگیرین به هر سال، همیشه خوش باشین، همیشه جور و سلامت باشین دوستا. برای دیگه تاخیر برنامه رو دوستا عزیزا قدرمو باشین. خود دیگه دوستا همون رقم که از رقمش معلومه شو یلدا است. شو یلدا دیگه خبر ندارم، یک ازش خبر دارم، شعرهای خوب حافظ، اشعارهای قشنگ سعیدی که اینا رو کمتون بلدش ما آماده کردیم، بلدشون به خانش میگیریم. امیدواریم که خوششون باید. حتما انشالله امی دوستا چینل را حمایت کن، سابسکرایب کن، لایک کن، کومنت های قشنگ شما منتظر شما هستیم انشالله. را دیگه میگه که باش که دمی وقت یک زنگ آمد تلفن خراب کرد. اره اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خالی هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. چه قبولدال بوده ای حافظ، فهمید از ایران هم نبخشیده، از سمرقند و بخارا را بخشیده. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کناری آب رکناباد و گلگشت مسلا را. فغان کن لولیان شوخی شیرین کار شهرآشوب، چنان بردند صبر از دیل که ترکان خون یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. من از آن حسن روز افزون که یوسف داشت دانستم، که عشق از پرده عصمت بیرون آرد زلیخا را. اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم، جوابی تلخ می زیبد لبی لعلی شکرخا را. نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند، جوانانی سعادتمند پند و پیر دانا را. حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو، کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را. غزل گفتی و درسفتی بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظم تو افشاند فلک عقدی ثریا را. که بر نظم تو افشاند فلک عقدی ثریا را. دوستای عزیز امید که خوش مانده باشد. دیگه ما هم کوشش کردیم که برنامه خوبتر و جذابتر باید که انشالله مرخمنده باشد. دیگه بلدش انشالله خوش بگذره. دیگه چی عرض کنم خدمتشون، شب یلدا است دیگه. یلدا مرخم که از سابق بوده و مانده، که مرقم میبینین که تزیین شده این میز یا می سفره با انار و میوه ها و آجیل و دیگه اگر کدام چیزی کمبوتات بوده در این جمو همی چی نکردیم، رسیدگی نشده. به هر حال شما حتما نمیشته کن که انشالله در سال بعدی مو بیتونیم خوبتر چی کنیم، کمبوتات ها رو یعنی پوره کنیم. ما فکر کنم زیاد رفته که یلدا تبریکی نگفتم بلدهشم. شب یلدایش مبارک باشد انشالله که همیشه خوش باشین. انشالله که هر سال شب یلدا بگیرین در کنار عزیزای خود، دوستای خود، بچهای خود
آره دیگه است. خوش خندان باشین دوستا. خود دوستا بازم هستم در خدمتشون با یک چند بیت دیگه. در همین حسرت که یک شب را کنارت مانده ام، در همان پس کوچه ها در انتظارت مانده ام. کوچه اما انتهایش بی کسی بنبست اوست، کوچه ای از بی کسی را بی قرارت مانده ام. مثل دردی مبهم از بیدار بودن خسته ام، در بلنداهای یلدا خسته زارت مانده ام. در همان یلدا مرا تا صبح دل زد فال عشق، فال آمد خسته ای از این که یارت مانده ام. فال تا آمد مرا گفتی که دیگر مرده دل، و از همان جا تا به امشب داغدارت مانده ام. خوب میدانم قماری بیش این دنیا نبود، خوب میدانم قماری بیش این دنیا نبود. من ولی در حسرتی بردی خمارت مانده ام. سرد می آید به چشمی مست من چشمت تو باز، از همین یلدا به عشق آن بهارت مانده ام. از همین یلدا به عشق آن بهارت مانده ام. بازم تقدیر و تشکر منم از شما خوبان که قد از مو هستین. بازم آرزو منم که امشب یکی از بهترین شبهایشون باشد و خیلی خوش بگذره و خنده همیشه به لبایشون باشد. عزیزان دیگه خوش و سلامت باشین. دیگه مو یک
اون موشک نمیشه مالون تون دور خود خوب کو ما دور خود خوب منم یا دو کن دریایی تو دریا دیم از کجا ده؟ از وطن آورده از وطن آورده؟ به شک توله ده چی رقم زده میشه امید که دیگه بلدهشم خوش بگذره بشه و دیگه بیشتر از این وقت رو نمیگیریم دیگه ما برنامه را دمینجی به پایان مبریم موریم که در شو یلدای آقلی که گرفتیم از طریق امزو فورنینگ یا انجمن از مو از ساعت یعنی چند لحظه دیگه موریم اینجا انشالله بقیه برنامه را مو اینجا پیش مبریم دیگه شمورم بر لای پاک و بینیاز میسپاری خداوند یار و مددگارشم باشد خداحافظ دیگه دوستان خداحافظ دوستان